الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله و نشکر الله و نوحده. حمد و ثنا و صفت الله را میگیم، شکر الله را میکنیم که الله متعال ما و شما را توفیق داد که در سپاره 19 قرآن در سوره الشعراء برسیم. در قسمت سوره الشعراء، این سوره را وجه تسمیه‌شی است که در این سوره مبارکه بر علاوه از که قصه سایر موحدین میگن، انسانهای دیندار و یکتاپرست میگن، باز اینجا بیان شاعرها هم هست. و شاعرها دو قسم هستند، یکی شاعرای موحد هستند و یکی شاعرای بیدین و مشرک هستند. شاعرای موحد در اسلام خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم شاعرایی داشت که شاعرای مشرک وقتی که در میدانهای جنگ و در معارک شاعرای مشرک می آمدن و بر ضد مسلمان ها، بر ضد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر ضد جهاد، بر ضد شهادت، بر ضد توحید، بر ضد اسلام، اونا وقتی که شعر می گفتن، این شاعرای مسلمان باز میخیستن در مقابل جواب از اینا را میدادن و به توحید الله، به عبادت الله، به دعوت الی الله بازی شعر میگفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 شاعر داشت. یک شاعرش حسان ابن ثابت رضی الله عنه نام داشت، یک شاعرش کعب ابن مالک رضی الله عنه نام داشت، دیگه شاعرش عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه بود. این شاعرها بودن که هر کدام از اینا بسیار با زبانی که زبان شعر است که از زبان شمشیر که هم تیزتر بود، به قلب کافرها و به قلب مشرکین ضربه بسیار خطرناک میزد و بسیار سرسختانه از اسلام دفاع میکردن. این در سوره مبارکه درباره شاعرها گفته میشه. و یک تعداد شاعرای دیگه هستن که اینا فاسق هستن، فاجر هستن، مشرک هستن، از طریق شعر مردم به طرف گمراهی میکشونن. بعضی سامری وقتی که آمد، ما و شما در سوره قبلی خواندیم قصه سامری را. سامری یک گوساله را ساخت، باز آمد بر از این مردم گفت که او مردم، امو اله، همو معبودی که موسی علیه السلام میگه، اونمو معبود آمده در داخل اینمی گوساله حلول کرده، در داخل از این داخل شده، در داخل از گوساله داخل شده، پس شما آله بر از این گوساله سجده بکنین. انالو مجسمه یا مطلایی که در بین مردم بود که مردم به مطلا ارزش میدادن، اگر از مطلایی که در چشم مردم با ارزش بود، اونم مطلای با ارزش بر از اینا چی ساخت؟ وسیله شرک و کفر ساخت، از او گوساله ساخت و بازو گوساله را که یگان سوراخکا در جور کرده بود که شمال میزد، بازو یگان صدا میبرامد، باز میگه فین العیاذ بالله، خالق متعال که خالق کائنات است، این گوساله داخل شده و این حلول کرده. شاعرای کافر، شاعرای بیدین، شاعرای مشرک، شاعرای خطرناک، خطرشان اینمی هست که الله متعال میگه که اینا از زبان شعر که زبان شیرین است، مثل طلا واره که در چشم انسان زیبا هست، ای در زبان و در گوش بسیار زیبا می باشه. این شعر الفاظ خوب و اوزان شیریک است. باز شاعرای کفار باز از این شعر استفاده های منفی میکنن، باز در بین از این شعر خود امو اعتقادات حلول و ای که الله متعال علیه بالله ناسوت بود، مثلا عیسی علیه السلام باز به لاهوت مبدل شد، در این انسان مثلا الله داخل شده و بازی از انسان برآمد و به اله مبدل شد. همین اعتقادات حلولی و اعتقادات شرکی و کفری را دایی میگه. از این خاطر انسانای مسلمان میگه که شما اساس دینتان قرآن بگیرین، اساس دینتان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرین. وقتی که دایی عقیده تان یاد گرفتین، باز وقتی که یک شاعر یک شعر میگه، باز شما میفهمین که این شاعر موحد است، مثل که میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. یک شعر دیگه است میگه آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمانها کهکشانها ثابت و سیارها. این اشعار وقتی که ما شما میشنویم میخوانیم، این واقعا شعرهای توحیدی خوب است. اما بعضی از اشعار دیگه است که او اشعار چی است؟ کفری هست، شرکی هست، دعوت به زنا هست، دعوت به
الحاد است، دعوت به وحدت الوجود است، دعوت به داخل کردن مثلا العیاذ بالله حلول الله در جسم مخلوقات است. اینی اشعار هم است. الله متعال میگه شما متوجه باشین، بسیاری مردم هست که از پیروی از این شاعرای غاوون میکنن که باز دمی سوره مبارکه میایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طا سیم میم، طا سیم میم. اراده طا و سین و میم که است چی است؟ حروف مقطعات است. ما جاهل هستیم، معنیش نمیفهمیم. الله اعلم بمراده. این ادب اسلامی هست که انسان هر قدر 19 سپاره قرآن ترجمه و تفسیرش خواندیم، باز هم علم ما در مقابل علم الله، الله عالم است و ما جاهل هستیم. الله عالم الغیب و شهاده هست و ما همه قدر میفهمیم که الله بر ما چی کرده؟ داده است. علم الله علم ذاتی هست، علم ما موهوبی هست، یک توفیق است که الله بر ما داده به مو اندازه. از این خاطر در حروف مقطعات میگیم که الله اعلم بمراده، الله مراد از را بیشتر میفهمه، ما نمیفهمیم، ما جاهل هستیم در مقابل علم الله. علم ما اصلا هیچ حتی به اندازه یک قطره هم نیست. تلک آیات الکتاب المبین، تلک این است آیات الکتاب المبین، این آیات الکتاب المبین، او کتابی که روشن و واضح هست. حالی که بر شما خوانده میشه ای آیات است، دی دلایل قدرت الله، دلایل عظمت الله، دلایل توحید، دلایل وحدانیت الله، ای کلش بیان میشه. چون این سوره مکی هست. در سوره های مکی ما و شما میفهمیم غالبا اقسام توحید، دلایل توحید، عظمت الله، رد شرک، ای کلش بیان میشه. دلایل موحدین، قصه های انسان های موحد و رد مشرکین و رد کفر، یا کلش در سوره های همین مکی بیان میشه. لعلک باخع نفسک، یک صفت داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر دعوت میکرد و آنقدر کسایی که دعوت قبول نمیکردن خسته میشدن که حتی رسول الله صلی الله علیه و سرش بسیار فشار میامد، دپریشن میامد، سختی میامد. الله متعال میگه لعلک، شاید تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم باخع هلاک کننده باشی نفسک، نفس خود را، الله یکون مؤمن، ای که این مردم مؤمن نمیشن، ایمان نمیارن. این نشه اگر ما بخواهیم نازل میکنیم علیهم بالایشان من السماء آیتا، از آسمان یک نشانه ای را، فظلت اعناقهم، باز چی میشه؟ باز پست میشود. به چی؟ اعناقهم، گردنهایشان، لها، بمی آیات ما، دلایل ما، خاضعین، اما تو بسیار به خضوع و خم شده. الله متعال میگه اگر ما میخواستیم که اینا را به زور مسلمان بسازیم، یک چیز را میآوردیم که کلش هم تو خودش هم در یک لحظه هم تو ذلیل میشدن، خودم انداختن. لکن این چی است؟ دار امتحان است. ما بر از اینا چی دادیم؟ اختیار دادیم، اراده دادیم، فرصت دادیم. از این خاطر این رسول الله هم اگر اینا دین قبول نمیکنن، شریعت قبول نمیکنن، تسلیم نمیشن، تو هیچ وقت سرتق فشار نبر که خدا به هلاکت برتیم. و ما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث، و ما یاتیهم، و نمیایه بر زمین مردمای بیدین، من ذکر، کدام حکم، کدام آیتی از قرآن، کدام نصیحت من الرحمن، از جانب الله رحمان، محدث که او حکم جدید باشه، الا كانوا عنه معرضین، مگر ای که اینا از او اعراض میکنن. چرا این قانون آمد؟ چرا این حکم آمد؟ فقط کذبوا، یقینا که اینا تکذیب کردن. فسیاتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون، باز بر از اینا فسیاتیهم، بس زود است که بیاید برشان، انباء و خبرهای ما كانوا به یستهزئون، به آنچه که اونا استهزاء و خنده میکردن و مسخرگی میکردن. اولم یروا الی الارض، اگر اینا عقل می داشتن دلایل قدرت الله در پیش رویشان در زمین است. اولم یروا، چرا نظر نمیکنن، الی الارض، به طرف زمین، کم انبتنا فیها، که چقدر ما رویانیدیم در آن، من کل زوج کریم، از هر نباتی که اونا بسیار چی دارن؟ زوج مذکر و مؤنث دارن. آل نمی هم آیت قرآن است که آل علما در اعجاز علمی زراعی قرآن ایره بیان میکنن. علمای متخصص زراعت آل کشف کردن که تمام نباتات که هست مثل حیوانات واره مذکر و
مؤنث دارن، توالد و تناسل دارن. حال اینا کشف کردن این قرآن عظیم شان. او وقتی که این مردم در علم زراعت نمیفهمیدن، الله متعال بیان کرد برشان. این فی ذلک لآیه، یقینا که در اینمی خلقت نباتات یک دلیل بزرگی از قدرت الله است. و ما کان اکثرهم مؤمنین، و اکثریت از آن نیستن مؤمن. و این ربک، و یقینا که رب تو له العزیز الرحیم، او ذات العزیز و بسیار غالب، الرحیم و بسیار مهربان. یعنی در حالی که غالب است دشمنای خود میتونه کمرش بشکرانه، لکن مهربان است بر زمین دشمنای خود هم فرصت میده و هم نعمت ها را برشان میده. و اذ نادى ربک موسی، و یاد کن تنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم این قصه های پیغمبر به خاطر تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم و قلب هر مؤمن موحد است. میگه ببینید این سختی ها سر کل پیغمبرات تیر شده، سر هر مؤمن موحد، سر هر امت حقیقی اسلام این سختی ها آمده است. اما الله نتیجه شبا سایل کنین که موحدین کامیاب میشن و مشرکین هلاک میشن. این از جمله از این موحدین یکیش موسی علیه السلام است. و اذ نادى ربک، وقتی که ندا کرد ربک موسی، رب تو موسی به موسی علیه السلام، ان ائت القوم الظالمین، که برو به قوم چی؟ به نزد قومی که اینا ظالم هستن، مشرک هستن، کافر هستن. قوم فرعون، اینا قوم فرعون هستن. الا یتقون، آیا نمیترسن؟ چرا نمیترسن؟ قال، گفت موسی علیه السلام، رب ای پروردگار من، انی اخاف، ما میترسم ان یکذبون، ای که اونا مرا تکذیب بکنن. و یضیق صدری، و دل من بسیار تنگ میشه. ولا ینطلق لسانی، و زبانم هم آموتو صحبت بسیار فصیح و چی کرده نمیتونم. فارسل الی هارون، تو ای پروردگارا بفرست هارون علیه السلام هم. ولهم علی ذنب، چیز اونا بالای ما یک خطا، یک وقتی از پیش ما یک اشتباه شده بود که وقتی که اونمو فرعونی میخواست که اونمو یک نفر که از بنی اسرائیل بود او را بزنه، سر از او ظلم میکرد. موسی علیه السلام کمی رفت، وقتی که یک سیلی زد، این اجلش آمده بود. خب تقدیر الهی است، همین نفر فوت کرد. الله موسی علیه السلام میگه که یا الله، اینا بالای ما یک اشتباهی را، اونمو را بالای ما دارند. فاخاف ان یقتلونی، اینجا یقتلونی و چی است؟ این نون که کسرت داره، این دلالت به چی میکنه؟ حذف یای متکلم میکنه. یعنی اخاف، و پس من میترسم ان یقتلونی، ای که اینا به قتل برسان مرا، بگوین که تو نفر قتل کرده بودی، آل مرا بگوید تو را قتل میکنیم. قال کلا، الله متعال گفت که نه، چنین نیست. فذهبوا بآیاتنا، اردویتان برین با دلایل، با معجزاتی که ما بر شما میتیم. انا معکم، الله متعال میگه که ما با عظمت و قدرت خود به امرای شما هستیم. مستمعون، که تمام سخنهای از اونها را میشنویم. فاتیا فرعون، پس بروین به نزد فرعون. فقولا، بگوین اردویتان بر از او، انا رسول رب العالمین، که ما فرستاده رب عالمین هستیم. هنرسل معنا بنی اسرائیل، امرای ما بفرست بنی اسرائیل را. قال الم نربک، آل وقتی که موسی علیه السلام پیش فرعون می، فرعون دیگه چی میکنه؟ آل بر موسی علیه السلام دیگه کلانکاری میکنه و منت گذاری میکنه. میگه وقتی که تو آمدی در قصر، آیا من تو را در قصر پیش خود تربیت نکردم؟ قال، گفت فرعون الم نربک فینا ولیدا، آیا پیش ما تو پرورش نیافتی، تربیت نشدی در بین ما ولیدا، در وقتی که تو ولید یعنی مولود بودی، نه طفل بودی. ولبثت فینا، و باقی ماندی در بین ما، من عمرک، از عمرت، سنین، چندین سال، یعنی چندین سال تو در بین قصر ما بودی. و فعلت فعلتک التي فعلت، و فعل کردی فعلتک، و فعل را که انجام دادی، فعلتک امو فعل را که التي، آن فعلی که فعلت او را انجام دادی، و انت من الکافرین، و تو بودی از مردمای ناسپاس. قال موسی علیه السلام برش گفت که درست است، فعلتها، من انجام دادم، اذن در آن زمانی که و انا من الضالین، از کسایی بودم که راه گم کرده بودم، یعنی او وقت بالای من پیغمبری نامده بود. ففررت منکم، باز من از پیش شما فرار کردم. لما خفتکم، وقتی که من از شما ترسیدم. فوهب لی ربی حکما، آل الله متعال بر من هبه داده، ذات وهاب بر من یک تحفه داده، ربی یک حکم را که او چی است؟ نبوت است. و جعلنی من المرسلین، و مرا گردانیده است از جمله پیغمبران. و تلک نعمت تمنها علی، تو این نعمت سر من، این نعمت که مرا در خانه پرورش دادی، این خود نعمت تو نیست که تو این نعمت سر من چیز میکنی. این قدرت الله هست که مرا در خانه تو دشمن کلان کرد. تو خو بنی اسرائیل کشته میرفتی، میگفتی که بچه‌هایشان بکش، دخترایشان نگاه کو، تو خو پلان قتل مر کرده بودی.
تو اگه میفهمیدی که من از بنی اسرائیل هستم تو خود مرا قتل میکردی. این خود نعمت الله بود. و تلک نعمتون، و این نعمت است که تمنها علی، که تو منت گذاری میکنی بالای من، ان عبدت بنی اسرائیل، در حالی که خودت عبد و بنده و غلام ساخته بودی گیر بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام را. قال فرعون و ما رب العالمین. آل فرعون امروز جر بحث میکنه. این میگه دعوتگرا فکرتان باشه که اونا وقتی که باز شخصی سر حمله را شروع میکنه، باز آل از شخصی که خلاص شد منت گذاری میکنه که ما این کارا کردیم اون کارا کردیم، دوام که جوابش گفتی باز میاد که تو جر بحث میکنه در مورد توحید. فرعون گفت که و ما رب العالمین، رب العالمین کی است؟ در حالی که فرعون میگفت که انا ربکم الاعلی، من ربتان هستم، من خدایتان هستم، من معبودتان هستم. قال رب السماوات والارض. موسی علیه السلام گفت رب ما اونمو کسی است که آسمان ها را خلق کرده و الارض و زمین خلق کرده و ما بینهما، زمین و آسمان خلق کرده. تو بیچاره چی کردن میتونی؟ تو هیچ چیز کردن نمیتونی. خود فرعون تا وقتی که موسی علیه السلام نگفته بود خودش اشتک نداشت. تو یک دونه اولاد خودت نداشتی، ها؟ تو آمدی حالا گپ میزنی ان کنتم موقنین، اگر شما یقین دارین. قال لمن حوله الا تستمعون. آل فرعون برای اطرافیای خود چی میگه؟ گوش میکنن، میبینن که چه کتا کتا گپ میزنه. آل ربوبیت ما را قبول ندارم، میگه که ربتان رب عالمین است، رب آسمان و زمین است. قال موسی علیه السلام که اصلا بعضی اوقات وقتی که فرعون به طرف از او گفت که گوش نمیگیرن، یک قسم عادت مردمای بیدین همی است که وقتی که گپ دعوت شد بازی خندگک میکنه و پرزگک میگه و فکایی میگه. دعوتگر همیشه این قسم تحت چی بیاره؟ احساسات بیاره، این احساساتی بسازه. موسی علیه السلام چون دعوتگر است که الله متعال او را فرستاده و پیغمبر اولوالعزم است، میفهمید که این میخواد که از این مجلس برش خندی تیر بکنه و مرا احساساتی بسازه. موسی علیه السلام پشت از این گپش رای نزد، دلایل خود هنوز گفته رفت. قال موسی علیه السلام گفت که ربکم، رب شما، خالق شما، روزی دهنده شما، زنده کننده شما، و رب و آبائکم، اونو را من عبادت میکنم که رب شما هست و رب و آبائکم الاولین، تو هیچ وجود نداشتی. رب پروردگار پدران قبلی شما بود، اونا را که خلق کرده بود. آل باز سایک فرعون باز گپ دور میته، میخواد در چی پرته؟ باز در مسخرگی و در لودگی پرته. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. گفت ان رسولکم، ای رسولی که بر شما ارسل الیکم فرستاده شده بر شما، لمجنون، ای دیوانه هست. همیشه فکرتان باشه که در مجالس دعوت با سر خودت شروع میکنه. مثلا یک نفر دعوت میکنی باز تو میگه این لنگی چرا سیاست؟ چرا سفید نزدی؟ ایریشت چرا کمک است؟ چرا این قسمت جور نکردی؟ خال تو چی؟ که ماروسی میکنی یا دعوت کار داری؟ تو رو به قواری ما چی قسمت یا این قسمت؟ ها؟ این گپا رو خسرم از ما پرسان کنم. تو چی؟ این من تو چی میکنه؟ این انتقاد رو شروع میکنه که قواری چرا تو راست، که مثلا بینی چرا تو راست، که مثلا تو دیوانه هستی، که تو تروریست هستی، که تو اکستریمیست هستی، تو شما افراطیت میکنن. این گپا رو میزنن. از این خاطر الله متعال میگه این دیدی این عادت فرعون و فرعون صفاتاست. این عادت رو داشته باشن، شما متاثر نشین. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. این کی گفت؟ فرعون گفت. باز موسی علیه السلام چی میکنه؟ موسی علیه السلام با اونمون شخصیت دعوتگارانه متعادل خود، نرم است، آرام است و خاموش است. برش گفت که درست است، انتقاداتی که تو قبلا سر من داشتی، اگر ما کدام سابق اشتباه کردیم، وقت ما سرم کم بود، بالایم وحی نامده بود، درست است از پیشیم کدام اشتباه شده، او را الله ببخشه. آل ربی اگه بزن. فرعون باز شروع کرد تو دیوان هستی، در حالی که چند وقت پیش امی فرعون را بچه خود میگفت، به نام شهزاده بود. موسی علیه السلام شهزاده قصر بود، متوجه هستین؟ آل شهزاده قصر کست تا دیروز شهزاده میگه، حالا که توحید میگه وقت سر او اگر نه فرعون دیگه که میگه که شهزاده هستی، بزرگ است و کل مردم احترام از این میکنن و بزرگ میگرده، این حالا که توحید مسئله شد بازور میگه تو دیوانه هستی. فکرتان باشه که مردمای بیدین ولو که پدرتان باشه سر تو رشخند میزنه، سر تو نامای عجیب و غریب میمانه. از این خاطر متاثر نشی. حالا موسی علیه السلام چی میکنه؟ این که برش میگه تو دیوانه هستی، خیلی موسی علیه السلام بخیزه بگه خودت دیوانه هستی، پدرت دیوانه است، تو احمق نیستی، چطور هستی؟ موسی علیه السلام با بسیار توازن و تعادل فکری، صاحب فکر است، صاحب پیام است، صاحب اندیشه است. موسی علیه السلام برای چی میگه؟ باز دلیل برش میگه رب المشرقی والمغربی و ما بینهما. هنوز هم موسی علیه السلام برای توحید بیان میکنه، وحدانیت الله را، ربوبیت الله برش بیان میکنه که فرعون و اطرافیاش قناعت بکنه که این فرعون این معبود نیست، یک مخلوق است.
الله میگه قال گفت موسی علیه السلام رب المشرقی، ربی که ما او را عبادت میکنم او کی است؟ رب المشرقی، ربی است که مشرق خلق کرده و المغرب و مغرب خلق کرده و ما بینهما، آن چیزی که در بین شرق و غرب است. این کنتم تعقلون، اگر شما واقعا عقل دارین. سیز مرد دیوانه میگین، اما اگر شما عقل دارین اونو پروردگار رو عبادت بکنین که او چی است؟ خالق آسمان ها و زمین و شرق و غرب است. قال یک دفعه فرعون دیگه دلیل گفته نتونست، باز دیگه چی میکنن دشمنای اسلام، مردمای بیدین عادت دارن وقتی که زورشون نرسید باز میگه که آل دیگه ما دیگه تو را لط میکنیم میزنیم، گپ نزنی دیگه، چوب باش، اگر رای ما را ترک کنی باز دیگه زدن است، بندی کردن است. قال لئن اتخذت الها غیری، گفت فرعون لئن اتخذت، اگر گرفتی ای موسی علیه السلام گفت الها معبودی بگیری غیری بغیر از من، لاجعلنک من المسجونین، مطرد از زندان میپرتم. این زندان انداختن عادت فرعونی ها هست، باز میگه من از زندان میبرمت، بستیت میگیرم که زنجیرا. قال موسی علیه السلام دقیقی یختارش نمیشه، انسان موحد دلایل خدا گفته میره. قال موسی علیه السلام گفت اولو جئتک بشیء مبین، اگر برات یک چیزی بسیار آشکار بیارم که تو را قناعت بده که من نه ساحر هستم نه جادوگر هستم نه کدام غلط هستم. قال فأت به ان كنت من الصادقین، گفت فرعون که بیار ان كنت من الصادقین، اگر تو از جمله راستگویا هستی. القى عصاه، موسی علیه السلام عصای خود انداخت، فاذا هی ثعبان مبین، وقتی که عصا را انداخت یک دفعه عصای ازی به یک مار یا اژدار آشکارا مبدل شد که کلگی میدیدن. و نزع یده، و دست خود کشید، فاذا هی ابیضاء للناظر، دید که دستش یک روشنی خاص میته، روشن است برای کسایی که میبینن. وقتی که دید که والا سبحان الله این دو دلیل قوی دیگه را آورد. قال للملأ حوله، گفت برای کسانی که امو اطرافیانش ملأ، امو رهبرا و جنرالا و امو سیاست مدارایی که در حولش در اطراف عزیز، ان هذا لساحر علیم، گفتن اوهو این برای یک گپ دیگه پیدا کرد، این خیلی ساحر است، ساحر علیم، خوب جادوگر دانشمند است. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، گفت این میخواد که خارج بکنه شما را من ارضکم، از سرزمینتان، به سحره. فماذا تأمرون، شما چی امر میکنین؟ قالوا، اونا برش گفتن که ارجه و اخاه، امی مشاورینش برش گفتن که بگذاروره و برادرش، و بعث فی المدائن حاشرین، روان بکو در شهرها حاشرین، کسایی که جمع میکنن امو ساحرا را، یأتوک بكل سحار علیم، که بیارن پیش تو ساحرای خورده نبیارن که مثلا تنها لیسانس دارن، ساحرا را بیارن که خوب همون رتبه‌های بلند داشته باشن، سحار باشن دیگه، خوب همون یکی ساحر است یکی سحار، یعنی بسیار سحر کننده های قوی را بیار که کتازی چی کنه، مقابله بکنه. فجمع السحرة لمیقات، باز جمع کرده شد جادوگرا لمیقات یوم معلوم، بره امو وقت مقدره که میقات یعنی وقت مقرره که یوم معلوم در یک روزه اما تو تعیین شدگی بود. و قیل للناس هل انتم مجتمعون، بر مردم هم گفتن که او مردم این تو یک گپ است، موسی هست که این شاهزاده قصر بود، آل آمده اینی کارا را میکنه، و در مقابل ساحره هست، ما در بین از یک مسابقه را میپرتیم که کی زور میشه، شما هم جمع میشین. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، شاید که ما باز پیروی از ساحرا بکنیم اگر اونا غالب شوه، یعنی همین ساحرا رو که آوردیم اگه شکست بده موسی را، باز ما دیگه پیروی از اینا را بکنیم. فلما جاء السحرة، وقتی که ساحرای کلان آمدن، قالوا لفرعون، بر فرعون گفتن ان لنا لاجرا، آیا بر ما باز پاداش میتی ان كنا نحن الغالبین، اگر باز ما کامیاب شدیم سر از این وزارت، چوکی، مقام، پارلمان، اینی چیزا را میتی، مال، موترهای لوکس، این گپا دیگه، این خود همیشه این درباری ها بازگه اینمی کارا را میکنن. قال نعم، فرعون برشان گفت بله، و انکم اذن، در اون صورتی که شما سر موسی کامیاب شوین، لمن المقربین، باز شما از جمله کسایی باشن که مقرب دربار ما هستین، هر کدامتان مشاوریت میتم، وزارت میتم، قدرت میتم، صلاحیت میتم. همین ساحرا را گفت. قال لهم موسی، آل دیگه مجلس شروع شد، برشان گفت موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون، پرتین هر چیزی که سحر شما دارین. فالقوا حبالهم، اینا انداختن ریسمانهای خود را، و عصیهم، و عمود چی را، عصاهای خود را، و گفتن آل دیگه یا چی میگن، ایوازی که بسم الله بگن، گفتن به عزت فرعون، و قالو گفتن امی ساحران به عزت فرعون، به نام و عزت فرعون،
انا لنحن الغالبین، قسم میخوریم به عزت فرعون که چی از انا لنحن الغالبین، ما که هستیم غالب میشیم. فالقا موسی، پس انداخت موسی علیه السلام عصاه. یعنی هر پیغمبر که هست در اونمو عصرش معجزه ده میارن که در اونجا اونا دمو چیز بسیار قوی باشه تا که امو چیز شکست بدن. در این اصل جادوگرا هست. آل موسی علیه السلام در مقابل از اینا ضد جادو چیز را میاره، عصای را، که آل یا تسلیم شوند. فالقا موسی عصاه، موسی علیه السلام انداخت عصای خود را. فاذا هی تلقف ما یأفکون، امی عصای موسی علیه السلام که شکل اژدها را گرفت، این برده میرفت، قرد کده میرفت. تلقفو یعنی خورده میرفت و قرد کده میرفت. ما یأفکون، آنچه که اونا ساخته بودن، تمام همین سحرای از اینا را خورده رفت. ای که سحرا را، جادوهای از اینا را خورد، ساحرا خود در سحر سحار بودن، بسیار ساحرای کلان کلان بودن. اونا به حساب علم سحر خود فهمیدن که این قسمی جادو وجود نداره که یک جادو بخیزه جادوی دیگر را بخوره. این جادو نیست. یا به اساس هم علم خود ولو که علم غلط است فهمیدن که موسی علیه السلام به حق است، این جادوگر نیست. چرا این کار ما 80 سال 90 سال 100 سال این کار کردیم، این کار جادو نیست. وقتی کار جادو نیست یا چی شدن؟ همین جادوگرها حال مسلمان میشن. سبحان الله. کلشان صدا کردن که لا اله الا الله موسی کلیم الله، صدا کردن که ما ایمان آوردیم. فالقی السحرة ساجدین، یک دفعه میگن افتادن از سحر جادوگرها ساجدین، سجده کنان، به الله سجده کردن. قالو گفتن آمنا برب العالمین، ما ایمان آوردیم به رب العالمین. رب موسی و هارون، ما ایمان آوردیم به امور ربی که موسی علیه السلام بیان میکرد، خالق، روزی دهنده، شفا دهنده. رب موسی علیه السلام و رب هارون علیه السلام، به رب از اینا به خالق یکتا ما ایمان آوردیم. آل فرعون اگر انسان مخگول می بود پیشتر خو اگر گفت که جادوگرا ببره، خب باز ما دیگه بسیار خوش میشیم، مقام میدیم. آل جادوگرا برش گفت که با وجود از که تو بر ما تمام امتیازات دادی، آل ما حق بیان میکنیم. پس این آل فرعون حقش بود که تسلیم شوه یا نه؟ کافر چند قسم است؟ یکی کافر است که او جاهل است، حق برش بیان بکنی تسلیم حق میشه. از این خاطر بسیاری کساست نمیفهمن وقتی که دین برشان آسانی کلمه میخوانن. امیال بسیار در اروپا و در امریکا و در کشورهای دیگه آسیایی سعی کنی مردم مسلمان شده میره. بعضی کساست که کفرش عنادی هست، 100 دلیل هم که برش بیاری میگه من قبول ندارم. آل فرعون که است اگر به کفرش یا دلیل میدادن باز یارا خوش داشت، چوکیان میداد، پیسان میداد، مقام میداد. آل که برش حق میگه یک دفعه خیز در مقابل از اینا چی میگه آل فرعون؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، شما بر از او ایمان آوردین پیش از اینکه ما براتون اجازه بدم؟ شما خود نفرای ما بودین، شما را ما چوکی میدادم، قدرت میدادم، نفرای ما بودین، ما شما را جمع کرده بودم، شما آمدین پیش از اینکه از ما اجازه بگیرین به او ایمان آوردین. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، این اثر از هم تومت کرد. گفت که نه، این فرعون بزرگ شما هست، در حالی که موسی این بزرگ شما، در حالی که موسی علیه السلام جوان 30 ساله 32 ساله و این ساحره 80 ساله 90 ساله. گفت این جوان که استاد شما هست. انا لله و انا الیه. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، اینمی هم بزرگ شماست که شما را تعلیم سحر دادن. فلسوف تعلمون، زود آل دیگه باز میفهمین. لاقطعن ایدیکم، ما قطع میکنم. آل دیگه فرعون دیگه این مردمای بیدین و کافر کس این باز بندوازه، از خود بیگانه و دوست و دشمن نیست. هر کس که مخالف مزاجش بود او رو دیگه زده میره. بعضی مردم هست نه والا صاحب این ما را میزنه فقط نه، او هر کسی که دمی چوکی یکش شور داد فهمیدی او ایمان به چوکی آورده. هر کسی که چوکیش شور داد پشت از این نمیگه که تو کی هستی، حتی بچه خود، فامیل خود، خانواده خود میکشه. آلی گفت که این لاقطعن ایدیکم، ما قطع میکنم دستایتان را و ارجلکم و پاهایتان را من خلاف، برخلاف یک دیگر، یک دست و یک پایتانه، دست راست پای چپ، دست چپ پای راست قطع میکنم. من خلاف ولا اصلبنکم اجمعین، کلتان در صلیب بیزان میکنم. صلیب می یک قسم جمع وار جور میکنن که صلیبی ها هم صلیب جور میکنن به او این قسمی عبادت میکنن. بازی یک دست شده یک دست سرشان گفتم بیزانتان میکنم. لا اصلبنکم، شما را کلتان همونجا بازی که دست پایتان قطع کردم در صلیب بیزانتان میکنم یا در درخت ها بیزانتان میکنم که اما تو خونتان بریزه و بریزه و بریزه تا که بمرین.
قالوا لا ضیر آل سکن. الله متعال میگه انسان مسلمانه که مسلمان حقیقی باشه، با فهم و با درک حقیقت درک بکنه، باز از این چیزا نمیترسن. قالوا گفتن اینا لا ضیر، هیچ پروا نداره، انا الی ربنا منقلبون، تو اگه ما را بکشیم ما کجا میریم؟ به طرف پروردگار خود میرویم. انا نطمع، ما امیدوار هستیم، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، که الله مغفرت بکنه بر ما گناه های قبلی ما را. ان كنا اول المؤمنان، به که ما اولین مؤمنان هستیم، به خاطر که ما اولین کسانی هستیم که در مقابل تو به موسی علیه السلام ایمان آوردیم، دیگه ما امیدوار هستیم که الله متعال ما را ببخشه. این برای این الله متعال چی شد؟ این مردم الله متعال را توفیق داد، در نیم ساعت مسلمان شدن، در نیم سال صحابی موسی علیه السلام شدن، در نیم ساعت به شهادت رسیدن و در نیم ساعت نامایشان در قرآن عظیم شان ذکر شد. و اوحینا الی موسی، و الله متعال میگه باز ما وحی فرستادیم به موسی علیه السلام، ان اسر به عبادی، که شب ببر بنده های مرا، انکم، یقینا که شما متبعون، شما هم تعقیب میشین، فرار کنین. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بعد از فرعون میگه باز روان کرد در شهرها، جمع میکرد آل دیگه چی ده؟ عسکر و لشکر جمع کرده میره دیگه، جمع کرده میره. انها اولای لشرذمه قلیلین، میگفت که این کسایی که هستن امی بنی اسرائیل که موسی علیه السلام هستن، اینا که هستن میگفتن چی هستن؟ لشرذمه انها اولای، امی کسانی که امرای موسی علیه السلام هستن، لشرذمه یک گروه هستن، قلیلون بسیار اندک و کم، و انهم لنا لغائظون، اینمی مردم ها کسایی هستن که ما را در خشم میارن. و انا لجمیع حاضرون، ما همه هستیم خوب مسلح هستیم، خوب قوت داریم، خوب سلاح داریم، خوب امکانات داریم. فاخرجناهم من جنات و عیون، الله متعال میگه باز اینا را ما خارج کردیم از باغها و از چشمه هایشان، و کنوز، از خزانهایی که داشتن، و مقام کریم، از منزلها و خوبی که داشتن. کذالک این چنین، و اورثناها بنی اسرائیل، کل از این ما به ارث دادیم به کی؟ بنی اسرائیل، کل چیز ماند به بنی اسرائیل. فاتبعوهم مشرقین، چه قسمی شد که کلش بنی اسرائیل گرفت؟ میگه فاتبعوهم، پس یا تعقیب کردن امی فرعونی ها اولاده یعقوب علیه السلام، کسایی که همراه موسی علیه السلام بودن، مشرقین در وقت شروق آفتاب، یعنی وقتی که اشراق میگن، یعنی وقتی آفتاب برآمد. فلما ترى الجمعان، وقتی که دیدن دو گروه یکی دیگه خودن، قال اصحاب موسی، کسایی که همراه موسی همراه بودن، روان بودن، برای موسی علیه السلام گفتن که انا لمدرکون، اوف لمدرکون، اوه ما والا دزگیر شدیم، درک کردن، یافتن ما را. قال موسی علیه السلام گفت کلا، چنین نیست، ان معی ربی، به امرای من رب ما هست، نترسین، سیهدین، او بر ما راهنمایی میکنه. فاوحینا الی موسی، الله متعال میگه فورا وحی فرستادیم به موسی علیه السلام، ان اضرب بعصاک البحر، یا که رفتن از پشت سر از یا لشکر فرعون آمد، دادم روی از یا بحر آمد، اینا گفتن خلاص دزگیر شدیم، تباه شدیم، اینا گرفت ما را. الله متعال میگه که وحی کردیم با قدرت عظمت خود به موسی علیه السلام، ان اضرب بعصاک البحر، که بزن با عصایت بحر را. فانفلق، پس پاره شد، فکان کل فرق، پس هر قسمت از این کالطود العظیم، مثل یک کوه و آب استاد میشد، توته. و ازلفنا ثم الاخرین، و ازلفنا، و نزدیک کردیم ثم آنجا الاخرین، دیگرها را، و دیگرها هم دیگه وقتی کنار دیدن که داخل بحر میشه، وارم الله متعال میگه نزدیک ساخته رفتیم. و انجینا، و نجات دادیم موسی علیه السلام را، و من معه، و کسانی که همراه موسی علیه السلام بودن، اجمعین، تمامی. ثم اغرقنا الاخرین، باز غرق کردیم امی آخرین کسایی که لشکر فرعون را. ان فی ذلک لآیه، یقینا که در اینمی لآیه، دلیل هست به قدرت الله متعال. و ما کان اکثر مؤمنین، و نبودن اکثریت از اینا مؤمن. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، و یقینا که رب تو که العزیز و بسیار غالب است، الرحیم و مهربان است. واتل علیهم نبأ ابراهیم، ای بود قصه یک نفر موحد در مقابلش لشکر شرک و الحاد، و الله متعال ببینید که نتیجه چی ساخت، که اونمو ظالم و ملحد از بین برد و موحدین الله متعال نجات داد.
آل از موحد دیگه را بیان میکنم واتلو علیهم نبأ ابراهیم، تلاوت کن برایشان همو خبر ابراهیم علیه السلام را. اذ قال، وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام لابیه به پدرش و قومه و قومش، ما تعبدون که شما چی را عبادت میکنین؟ قالوا نعبد اصناما، گفت ما عبادت میکنیم بتها را. فنظل لها عاکفین، همیشه میباشیم بر از اینا چی؟ نشسته و معتکف. قال هل یسمعونکم، ابراهیم علیه السلام دلیل عقلی برشان گفت آی بتها میشنوه سخنهای شما را؟ اذ تدعون، وقتی که شما دست دعا به بارگاه اینا بلند میکنین. او ینفعونکم، یا بر شما کدام نفع رسانده میتونه، او یضرون، یا کدام ضرر. قالوا، یا خود دلیل ندارن بت پرستا. وقتی که بت پرست از دلیل بگویی که هیچ چی کرد نمیتونه، میگه قالوا بل وجدنا آباءنا، میگه نه ما یافتیم این پدرای خدا، ما دیگه در دین پدرای خدا هستیم. هر چی که پدر ما کرده، دول زده، رقص زده، بی غیرتی کرده، بی ایمانی کرده، بت پرستی کرده، هر لودگی که کرده اونمو ما از کارهای پدرای خدا میکنیم. کذالک یفعلون، ما دیدیم که وای نمی لودگی را میکردن، وای نمی کارا میکردن. قال افرایتم ما کنتم تعبدون، میگه ابراهیم علیه السلام گفت برشان آیا دیدید آنچه که شما عبادت میکنین، انتم و شما و آباؤکم الاقدمون و پدران قدیمی شما، فانهم عدو لی، تمام از اینا همین بت‌ها که هستن دشمنای ما هستن، الا رب العالمین، مگر خلق کننده، روزی دهنده، شفا دهنده عالمیان که او رب پروردگار ما هست. الذی، او ذاتی است که خلقنی، او مرا خلق کرده، فهو یهدین، پس او هدایت میکنه مرا. والذی، او ذاتی را من عبادت میکنم که هو یطعمونی، که مرا طعام میته، و یسقینی، و مرا چی میته؟ آب می نوشانه. و اذا مرضت فهو یشفین، و وقتی که من مریض شوم الله مرا شفا میته. این یک درس بسیار مهم اعتقادی هست. حال بسیاری کسا میگه پیغمبر شفا داده میتونه، ولی شفا داده میتونه، نبی شفا داده میتونه، فلان قبر، فلان بت، فلان درخت. ابراهیم علیه السلام که خودش هم پیغمبر است، اولادایش هم پیغمبر است، و آخرینشان که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ای هم از اولاد ابراهیم علیه السلام. خود ابراهیم علیه السلام میگه که و اذا، و وقتی که من خودم مریض شوم، فهو یشفین، الله مرا شفا میته، من برای کس شفا داده نمیتونم. حالا چرا گپ ابراهیم علیه السلام الله در قرآن ذکر میکنه که شما که در ملت ابراهیم علیه السلام هستین باید عقیده داشته باشین که وقتی مریض میشین الله شفا نصیب میکنه. دکتر دوا میته، اما شفا دهنده کی است؟ الله هست. نه نبی شفا داده میتونه، نه ولی، نه هیچ کسی. چرا ابراهیم علیه السلام میگه نمی عقیده ابراهیم علیه السلام است؟ ابراهیم علیه السلام عقیده داشت که خلق کننده ما الله هست، این توحید ربوبیت است. یطعمنی و یسقین، این هم توحید ربوبیت است که الله رزاق است. و اذا مرضت فهو یشفین، الله شافی الامراض است. این کلش توحید است که ابراهیم علیه السلام بیان میکنه. والذی یمیتنی و ثم یحین، او الله کسی است که مرا میمیرانه باز زنده میکنه. والذی اطمع، و او الله ذاتی است که اطمع، ما امیدوار هستم، توقع دارم، ان یغفر لی خطیئتی، که مغفرت بکنه اشتباهات مرا، یوم الدین، در روز قیامت. رب، ای رب من، ای پروردگار من، حبل بتی بر من، حکمن، یک حکومتی، و الحقنی بالصالحین، و مرا ملحق بساز و پیوست بساز بالصالحین، با بنده های صالح. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، و پروردگارا بر من زبان راست بتی در مردم آینده. واجعلنی من ورثة جنت نعیم، و بگردانی پروردگارا مرا وارث جنت نعیم. یعنی ببین پیغمبر که هست در هر چیز به الله محتاج است، مخلوق است. وقتی که پیغمبر که ابراهیم علیه السلام از پیغمبر اولوالعزم است، ببین در زبانش فقط دعا برای کی هست؟ برای الله هست. ربی، توسل میکنه به نام الله که الله هست. میگه ای رب بر من حکم تو بده، مرا در جمله صالحان تو پیوست بکو، یا الله تو بر من زبان صدق تو نصیب کو. وجعلنی من ورثة جنت نعیم، ای پروردگار تو بر من مرا وارث جنت بگردان که من در جنت نعیم برم. این حال بسیاری مخلوقات است به واسطه که زبان دعا را به الله باز بکنه به مخلوق باز میکنه، در حالی که خود ابراهیم علیه السلام که ولی الله هست و پدر پیغمبرها هست و خودش پیغمبر اولوالعزم است، به کلش به کی احتیاج است؟ به الله. واغفر لابی،
حالا دعا میکنه میگه یا الله مغفرت بکو بین پدر من انه کان من الضالین، که پدر من هم کس از جمله راهگما هست، راه را گم کرده گمراه شده. ولا تخزنی، و پروردگار من رسوا نکو یوم یبعثون، در روزی که تو مبعوث میسازی مخلوقات. یعنی ابراهیم علیه السلام میگه، یعنی هر مسلمان باید دعای ابراهیم علیه السلام بکنه که پروردگارم مرا در روز قیامت رسوا نکنی، که اگر انسان گناههای می داشته باشه و در اونجا رسوا شود باز بسیار سخت است. یوم روز قیامت که لا ینفع و فایده نمیرسانم مال ولا بنون، نه مال کس به فایدهش میشه ولا بنون و نه اولادش. بسیاری کسا که سر مال خود افتخار میکنن و سر فرزندای خود. اگر مال تو در راه الله مصرف شده باشه باز اون مال حقیقی هست، و اگر فرزندای تو موحد و یکتا پرست باشن بازو به منفعت تو می باشه، این باز باقیات صالحات توست. اما اگر مال و اولاد تو چی باشه، اونا کلش در گمراهی مصرف شده باشه و گمراه باشن اولادا، باز هیچ منفعت رساندن نمیتونه. چی خیلی فایده میرسانه در روز قیامت؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی به نزد الله بیاید با قلب چی؟ با قلب سالمه که در او شبهات و شهوات جای نداشته باشه. همین دشمنای اسلام که است همیشه میخواد که قلب مسلمان ها رو چی کنن؟ ناسالم بسازن. اول شبهات تمام روز تبلیغ میکنن در مورد الله، در مورد قرآن، در مورد پیغمبر، در مقابل قرآن، در مقابل سنت، در مقابل احادیث، در مقابل علمای اسلام، در کل از این شبهات ایجاد میکنن. و همچنان باز شهوات تمام روز اینمی چیزایی که جوانا را منحرف بسازن. پس الله متعال چیست؟ ما شما را نجات بده از این شبهات. الا مگر من کسی که اتی الله بیای به نزد الله به قلب سلیم، با قلب پاک، و ازلفت الجنه، و آراسته شده از جنت للمتقین، برای متقیان، و برزت الجحیم، و ظاهر کرده می شود دوزخ برای کی؟ للغاوین، بر مردمای گمراه. و قیل لهم اين ما کنتم تعبدون، و بر از اینا گفته میشه بر مردمای بیدین که اين ما در کجا هستن آن اشخاصی که کنتم شما بودید تعبدون، اونا را عبادت میکردین من دون الله، بغیر از الله. هل ینصرونکم، آیا اونا میتونن شما را نصرت بکنن؟ او ینتصرون، یا میتونن که بر شما عوضی و بدله بگیرن؟ فکبکبوا فیها، پس یا چی میشن؟ میگه بروی انداخته میشون، فیها در امیاتش دوزخ، هم خود اینمیا و الغاوون، و تمام گمراهان، و جنود و ابلیس اجمعین، تمام لشکر ابلیس باز در اون جماعت بروی انداخته میشن. قالوا و هم فیها یختصمون، باز اونا قالو میگویند و هم در حالی که فیها امی مردم امی بیدینا در بین امی عذاب یختصمون، با یکی دیگه خود چی میکنن؟ خصومت و جنگ میکنن. تالله این کننا لفی ضلال مبین، باز میگه قسم از به الله که ما بودیم لفی ضلال مبین، که ما بودیم در گمراهی آشکارا. اذ نسویکم برب العالمین، عالمی پیروان از این طواغیت چی میکنن؟ با مو کسایی که از او پیروی کردن در گمراهی ها، باز میگه والله ما بسیار گمراه بودیم، بسیار بیعقل مردم بودیم که شما را رب العالمین مساوی ساختیم. و ما اضلنا، باز میگه ما را گمراه نکرد الا المجرمون، مگر اینمی مردمای مجرم. حال رهبریت خدا چی میکنن؟ توهین و تحقیر میکنن، میگه مجرم هستن و اینمیا ما را به گمراهی کشاندن. فما لنا من شافعین، باز میگن آل نیست بر ما کدام شفاعت کننده، ولا صدیق حمیم، و نیست بر ما کدام دوست حمیم که او چی باشه؟ غمخور ما باشه. فلو ان لنا کرتن، باز یاد دیگه چی میکنن؟ آل دیگه اموت لیتا میگن که اگر باشه، فلو ان لنا، پس اگر باشه بر ما کرتن، یک کرت دیگه، یک مرتبه دیگه، یک موقع دیگه، یک فرصت دیگه باشه، فنکون من المؤمنین، باز بسیار ما مؤمنای حقیقی میشیم. الله متعال میگه ان فی ذلک لآیه، یقینا که دری یک دلیل است، نشانه از قدرت الله است. و ما کان اکثرهم مؤمنین، نبودن اکثریت از اینا مؤمنین. و ان ربک، و یقینا که رب تو، خالق تو، رازق تو، شفا دهنده تو، زنده کننده تو، میراننده تو، لهو العزیز الرحیم، الله هست او ذاتی که بسیار غالب است و رحیم و بسیار مهربان.